همه شورش با صدر حسین میل خان یا کم یا بودن گجر همکاری این نکته بین سر باز فرد گرگان بودن من به همین خاطر رسما هستند نوشته که این که گرانی مننده قومی من منی رسما که نوشته که سلاحی گیر زمینگیریم که گرچه شش تمرکز ماهش کته آرامی یا دمان شما رنگ ایشان گوش نوکی داشته بود سردار چوبتی جاها گوره پاده بر که که و بلوچانی که شادانی زمینگیر شهر و چیه؟ امیتی بچه یک دیما کتاب گو نام سردار زمینگیر انتقاد بوده. تردینی تو گوشید واجد زمینگیرین همه آدم یا واضح که واجه گوش بوده. کوشتگه داشته که چه گرچه بچه ایشی واقعا هایش که کته آیه گیر اصلیگی سببش و هم نام ده کو کیه فقط همه رنده نام اما زمینگیر ده نو دوازده هرچند نفری که ما گشتی که همی ما وی حاضران که افراد گدر یک بزودان که واقعیتی باری هم هم عمل کو منور پیگی به بید پیت دست که حد بکنه زمینگیری من جاری گوره آ که کردن افسری پهلوان نام ده و کرد وجه پهلوانه که گرانی دیوان زمینگیر و چوب اما آمو زمینگیر افسری فرمان اصلا یا سردار افسری فقط بشه نمود همراه تیار بکن بودن با یک که نیروه و مدنی افسر سردار نمونه مسئله می زبان هیبتا بلوچی جاها پایی کاردار مسترین کاردار دمانی دولتی یا بین گوشن نوار افسر و تی بلوچی گشتای زبان شر پیشها آی و نام بر کرد چپی من آستین ترگوشان را که سر از این دست سال آب گرانیان بل نامنیشان گرفتو خدا اصلا فراد من نمانده دارد نماینده پیشی دیگر فرما بشه و فرمان زرندی مهداد نماینده فرمانده میرزا فرما فرمان ای ملک باز بزرگ نماینده نمانی داشتم فرمانده گرامی اجازه بده ازتون وجه زمینگیری من نو داره خواستم چی این بشه پیکرها برای میرزا من درست پیش مهداد سرگین میرزا بازین سری پشتم خیلی خوب برای بی تو سرا مهم برچه نه تو پیش یا لوته سحر ایشی سرگند قوتی سردار حسین اصلی خان این ولده من مانده گوشم که سردار میرزا حسین چمن خان برزین ترکیه در ما برایان کسی ملی کنار کوکا پودکاستی گرانی نیروهای دیما گوتی دولتی کوهین نتورک گوشتو رفته واحد گناه آیه امریکا شهادی همکاری یک کرده الهی و تو و آدینس گوشگه که سردار هستم نه پیش بهترین سردار شفقت و حسین خان این گلپهن کار کرده همران من نه من مکتب همین ده نفری کاری مثلا و سی از نفر رفیق نیروهای دولتی اینو و داد همراه نفر کرده کمانی منوشن تکوبه چورش و نبوده هر کس گرانی گجر سردار گرفته رفته ای حسین همانا کار خان کرده سلو خوابیده و تی واجه لاحظین می سردار دارگاه واجه وانگتن سردار حسین خان گوشه گناهی همکاری پیک کرده ایشی بهترین دو تا بود حسابه پیرامبر یکی لاحق ایشی که و سردار کان حسین از خان بلد وعده نو بر قبول کرده یک مردادی می جان که بچه پته دیگری کا قبول میرا نکرده لاحقی بلایی چوکان پتی برای ده ایشی که سرکم دیگر به چه تنگورا دیگران مردی قبول بکنن دیگران آهن رو رضا یعنی پیشان نمیتونن آیا بگردن یک سرکوبی که کارایی پته بوده که کمک حاکمی کرده چکاو بلش مو تمام کاجاره بوده بله نیما بله سیزان کارایی رسیده بوده من خب هرچه منم که که همی مانده کارایی خبر یکی کنم از میراسی من انانی هم که من همی دا مانده کارایی خبر عزیزان کنم آماده این من دیگه دیوان چیزی دارم پیشروی گوشم من سردار گوشم شاه گجر و کرده سردار امیرالمؤمنین بلای بری همکاری زمین کرده چون حاکم تو آبی نه گوشه نه نه بری تو همگان نه گوشه نه زمین فرمان سردار شاه کرده نه محمود بغیر چه سردار حسین ها لحظه نتوان گرانی تگی و هم بکن و گمانان زرا بکتن عبید چه سردار سردار حسین یک ها طرف و نتوان هیبتی تگی گوشید بکن به همین هرچی خاطر هم فکر آیگی چین کنا کرتگی یعنی عبید اشیا گوشن گرانی کارایی میر کمال هانا من دیگه چوشید مخالف بندگی کارایی نگین نه بلکه هم. زمینگیره خب من بلخ و بند تاییدی کردم من گوشم ای گپ گوره گجر اوگه که کرده آماده سردار گناهی همکاری جنگیش کرده کنم و تو من عکسی گوشم گوشه من تو نه جنگیش گوشه کنم حسین من خان هم عکسی گفته نگوشم سردار من هم ندارم زمینگیر عکسی نگوشم یازدهمی من هم گوشم که بحرین این کار گجر کرده ته بله عبید زمینگیر چه نام سردار پس حسین ها زمینگیر نتوانتی ده بکن یک کتابه و یه زحمی که سردار حسین خانگی پس زمینگیرش من هم گوشم پس من گوشم تو همراه هم گجر کرده معلومه گجر زمینگیر و زهم دهمی همه سردار گجر زنده رنده سال سردار حسین پیگیری ها بیست باید و 5 سال چهارصد جیلی کن میتاکا کی سردار حسین ها گرمایی مزدوری بیگاهی نبودن نه منپور گرمی هوای سوچاکین سردار لوار حسین ها گرم معاملگر گشتگو سیاسی گشتاتگی محلوک نو ای وحدا هیت چکران نبی دهگانی محمد مردم رضا پیر و برنا تو این نقش چکاغندان رونه اول دهه به حراسی سردار آرند حسین دیر خان من کوهتی تو گران نقش اول پیدا گجر گومید باز سردار کسا و حسین تیپای خان گیر مهاری آیی تو همراه بود بکانی چکا تو گندمانی چیز گیدگی دیگه بکاهن تو معتقده هر عملا کس در به اشتاق گفان رود آنچه که تحمچه من دیگه گوشته چیزی که زندگی و معتقد نه سرمن نه تو حیوانان من گیرمن گوشم که ای دارند واجه مردی آیی خدا همراه بوده پهلوانان معلومه و بلوچ زمینگیر و زور ایالتی نرسته گجریه په بلوچانگی زندان کن سردار پلی حسین ها میر پلی مولدا دا پراوانین دلاور خانه مردم درستانه با جیل کن من دو نگوشم سردار حسین دورا ها زور چه میکردند گجرا گیش بود په هزارانی نه ده بیست من نگوشم سرباز و افسر په کنه که جیل کن اولی سردار حسین شرفا ها میر بر مولدا وی دا نگهبانی و دهگان دلاور خانه درستان جیل کن زوری شروع کرمان نوکاتگین دهگان خب همکاریان چند تو سال ایده بعد بی این مردمانی که مسئله راه چند خب سال گشتند بعد بی من پله نگوشته سردار حسین ها زور چه گیرگاه گجر ها گیش بود دوسه من کایگیر گوشته سردار مهاری حسین ها به عنوان روسای یک مبارز بلوچی ورنایانی موفق دستان بیتوانت یا خود پهلوان مختاری بنای دست بگذار حکومتی چه کنند به تو میان دستا بگی افسر بلوچستان چه به فرمان میان بدن دستا که در بگیری این کاری کایگرانی کرده کوسادا گونسرون بان بندن ما هم تر گوشم که این کار طبق همه او اصل چهار پهلوان و تی حکومت های زخا محروسه بوده روکه گردن خب زننده به هر حال طبق و همه آیین دهگتا همه سردار ودیده حسینان به 1285 انچنانی رند بلوچی پوچی که خدا پهنیار داتگش و به این آیه خاطر که کنج سریش کج اعتماد مردمانی کرده نیو مال به پایان خاطر این بله همکاریان چوب بله آرام و هم بیخبر اعتماد و هم آزیز جنگ و مردم هم بی جنگ هدا و و بد دائم جنگ بوده
پداده تنها به خاطر پداده اعتماد نبوده، به خاطر شده که انگلیز سی میمانی هم چهبار رو دور کرده، تلگرافان احباری هم دور کرده، ایران نجات داده چه انگلیزان دست خب شیران مسائل پدیه آیی که جنگ کرده مخالف بوده و مالیاتی نداده مسائل پدی بیده که نه مرحله دوم بیده باز چیز بود. آیا ما باید بمنیم که ما لحظه سرداران شرین کار هم بوده. بله یعنی در ایشی او شکی نیست. من چیزی دیگه غیر ایشی نگوشته تا سردار حسین 1902 میلادی انگلیس کرنلی ها به نام جنرال پایک ایشی وقتی یک استریق پیشن و یه سرباز و یه 18 همین مدتی بی که سردار حسین خان از پهرو دریه یعنی حالت جنابتنی بی چون تحت تعقیب بیوده تو این مدت تحت تعقیب بی البته روچی من یاد نه ماهی مارچ چه ببخشید ایرانیانی تاریخ در نوشته 13 ذی‌قعده 1919 که به اسمش مگسی های آیا ای وحدی سرباز کلات به انگلیزان با فاصله تو بگیر 7 رو یا 8 رو چرند البته جنرال پایک لیکی روچی هم لیکی که سردار حسین خان این روچی کشدر بوده و نامه ای که دنت به مامور ایرانی سریق همشان نامه ای تو دیسته تو وانتا باید دادیار نه و حتما وانتا گید گوشی آقا من گوشما جنگ نکنم من گوشما هیچ جنگی نیست من ملک مدق و آرتا خامین منی بحث برتا من شما رو مالیات داته نکرتا و این جملاتی اگه طرفه من پرتا سوانم ولی جلاوطن بوده لوتی برگشتی سر و برگشته گبتکش برگشته گبتکش شما فرمایش کنید دلاورخانش هم گبته حاکم برزمانش هم گبته سردار حسین خانش هم گبته و زرقامش هم از منطقه گبته سو یه جا زندان بوده و پدا همه جیروفتی و همه مالکیانی پادرمیانی مرحله بعد سردار سید خانش خوب میده که آیا مدت پدا وش بده و بمیانو کرمانی ولی در ایشی که سردار حسین خان لاحقی مردمه هیچ شکی نیست در ایشی که سردار حسین خان درگیر بوگنی گجر پدا در مرحله دومی هیچ شکی نیست چون تاریخ هم گوشه نبا منی عرض تمامه آیانی جست اولا چپتو مات و تک و کتوما بید ترا یه بارا و چونی پس ببید سردار بی محتلیا گوشید آیانی جیره نو سرباز گرگو ملک راه پچکنگه نم منی گوتی حبر منا باندا وتی پوجی اڈه ها لوٹ سکش من روانو تچک راستی را گوشان به هر حال ننده بارمان گپ نقطه نظرات مختلف بله من چیزی گرچشی نگوشت من نگوشته سردار سیانا گجر ندوکته گونگجر همکاری نکته سرباز گرگا گونگجر همکاری نکته لاشار یورش نبرتگی ولی لاشار من یدرو گوشتگی جو هسته سنگتان گوش داشتگی چیزی که سردار سیانا لاحق بیتا آیا لاحقی بیتا آیا من درنگ همیشه ما چپتا زهر زرتگو آیا راه من نوک نی من کاری پسیادی و شیرانی و بارزی و مبارکیانی شیط و وطن زانه آزارانی گواهی آدند که شهری که من ماتا چی کرتگی ای پیما که بگوشین گوڑا آمنا انگت پوتی مقصد شرط رزانن مانو بایدند ره دربری کنین و سیاست بسا کاجاریانی لوگه مشک بکنین و برام ها من چه پهتن دوسترین چه سردار سیدهان هم دوسترین
من به حسین شعر نگوشته بلی په برامهان من شعر هست 50 بیت تو درود یدن تو باشید واجهه سردار من پرک نکنم بلوچ کن ای دوره ره در برین حبران په دل وتی گو ای ملک سردار دانم همی حبران بند که گندن که خدا اسپندیار و یک دو دگه چه بمپوری که خدا و روم به دلیرین ورنایان پیدا کن تیار جوری شرین من تو برامهانی نامیگه من یک پرانتزی هم ده پچکنا بلکه تو سینه ندانو سیه یا سینه هر وحدی لورتن گو روچی که حتی میر دوست اومد خانی لشکر رو دشتیاری په دلاور خانو پیلگنه تو چه سیه که برامخان از پشتا لشکر کن و حتی همی برا همراه بگو علیه لشکر دوست محمد خان تو چه سیه نه تنها کایگر گردن سندید زهم زمینگی سرداری مثل برامخان مال تاریخ نبود سردار پیشوانی برامخان مرد نیست این خبر اشکنگا من ندن تو ای شعر وانته چمان که من گوشته یا نه مدنی شعری یا ایشی که مگوشنتی که مثلا چی اگه تو بزان داستان بوندیل چی بوده همین لکه یک سر آیی هلیم به خدا پاکی بی اگه داستان برد بوندیل ما بزانی بله من تا بچه عزیز جان من کتاب تاریخ سر کارم منم ترس و ایشیه که ما به نام رمان یا چی یک دفعه البته چی در مورد سردار سید خان نباشم منظور سردار سید خان یا حسین خان نه بلا پیری درویشان گوشم بابا شما این نوع رومانا باند روز بعد از مرگ من و تو ممکنه باعث فریب مردم بده شان جنبه تاریخی بده نه رومانی من این خبر سری معتقدم هنچو بی و ایشان ترس ها و نپیتون چوز بی یعنی مایل نه و اگر رمان بی نه ایشی که رمان کو تاریخ خور بکنه و علیه یکی بکار بره من این انتقاد و ایشیه بابا یا مثلا انتقاد شرعی همشی انتقاد شرعی همشی آدابا که من اشکوته تو دیگه دابی بنویس حقیقت بین من این نویسم نوشتهان بین نقدان در کنن مطمئن بابا که من نویسنده و چه بسا که شرعی نوشتم همشی سنگت شرعی مطمئن همشی من مطمئن نو که هنچوش باید ببید آدابی که من اشکوته منی هم آدابا نویسم آدابی که تو اشکوته تی آدابا نویسه وانو که منیگان میوان ترتیب کنه تنتو که درگیزم خوشبختی ایشیه که منیگان تاریخ ما بالکل منیگان تاریخ ما نه صد شرعی منیگان تاریخ ما وجه نه من تاریخی کار نکتن منیگان تاریخ ما نه تو گوی تاریخش بنویس شرعی همشی اتفاقا نقد یعنی همین وجه من آدابا که من اشکوته منی هم آدابا نویسم آدابا که تو اشکوته تی هم آدابا نویسه ما را نوشته که نیست نه من تاریخ هم من دوست مورد کاملا تاریخ هم چون باش اچوی شر نبید مسک شادمانو و شرعی همشی یا یک براتی نوشته که بلای تو نه آی مثلا من گو تو در میان نینا قوتی دیگه دا منی در میان هیلا نه تا مسک شادمانو چه شیاک تو اگه چیزی در بگیجه مسک شادمانو بون که من بشکن من چه نقدا سک وشو بی سک و کار یعنی همی اگر نقد مبی کار زاره نقد باید ببید منی گورا فقط شرعی همشی که آکه من زانم که من طایفه مردمی نیم بس من شی زانم هر کس من جسم میشه من پیت ببی پیروگ ببی من پیر کو اگه پیری کشته من شو کشتگی نامردی بود په نامردی کشتگی من گوشم من دیو سیاد هم زهر گرم آیه چوکزات هم زهر گرم من موات هم زهر گی تو من پتر چش کشتگی بله من گوشم فرق نکن عیسی همین مات ناکزات کی برا پتش برات آدگا آداب ما هر که بود گوشت فرق نکن
من طایفه گرنچ نه یا جایی اگه خطایی بید غلطی بید من خرابش کته تاریخی خراب نوشته دیگه بری بود که بله من ذهنا طایفه گرنچ نیست. بله من سک شادمانو که تو وانه و گنده و نقد کنه سک شر نشی یک کامه یک افتخار اینجا سک شر. همه مردمی که سردار حسین سرباز جتگن هم ایر نجتگن. میر قادر بخش من شاباش گشته و بلوچ خان من شاباش گشته هر کسا که به سردار جنگ هم داده من گشته رمان بودتگن شهری مردم بودتگن لاحق میر بودتگن آیانی پسو هم زهرناکی من به سردار حسین رمان دادتگن دریغ نداشته. وجه این کمال ها کی بوده کمالا همی می حاج بلوچ خان پیرو که مات طرفه آخر همه کمال ها که بعدا میر بهرام خان اون سانگ بندی کن تو بعدا گناه چوکن ماسقا میری خان همه کمال شیر نزانم وقتی بلوچ خان پیرو کن همانیه و شی گوره گوش و نبورتش بل این ایشی ندانو که گوانیا سیادی کتا جنه این عکس گومه هسته وجه شی گوش و سالمه اگر این کمال هانه بچه که بلکه دیگری کمال ها که بهرام خان آی زاماد بوده منی اشکنگا همین کمالان جنه نام گلبیبیه بهرام خانی و نزانو حال خب منی همین که عکس گومه هسته وجه شی گوش سالمه منی اشکنگا نمجه شی اشتباه نه شی گوش سالمه بلکه اشتباه من صدق نه منی اشکنگشی اشکنگ رده وجه اشتباه نه بلکه من واش نه من شون بلکه منی اشکنگش بلکه خطا بی چو ای کمال خان پدا توسط جند پشامگیان جنگی بی میر اسایی جا انگوری نزان میر اسایی جا و بچه کشی بهرام خان حکم پشامگ هم دن پشامگیان چو پاک سیاد و وارث مانی یعنی تورید تشفش انه مردمی چه اسایی جنگی بی دست میر کمال خان اسایی جا اسا استورت ایشی که ما ای آنگو برام آما بهرام خان سیادا من آنگور جنه صلاح کو هنگو آنگورا و ای مردم بهرام خان وسیر که نو چونه که رو کسیر کن پانک میر جا محمد همه مدت هم بهرام خان وفات کن گود میر اسایید که من رمان پهرا نوکی حاکمی ها اچه من رمان اودت شی کنن پریادی کنن که بیلی اچه مارا گو ای واجه ها سهل ترام بکن همچه راه یه که میر کمال خانی چوک راهی بنده کشید که بدل هوت پیت جی و ای چیزگه سال 1299 بی هجری شمسی و یعنی اوائل حکومت که دوز محمد خان بهرام خان وفات رند جی که میر اصا بچکو پداش آیی چوک کشیدی آیی چوک نام ای ساعت و شموشتا بلی بلوچ خان پیر که وجه که جنه پیر مات پیتی بی وجه مات پیتی یه اصا کشی هم سرباز کوری تا نکته یلا ما ایسا
که بشتا به حساب وتی پته خون میر کمال خانی جی شاه واشنگ خدا شما رو رخصت کنن تا باندک پدا نندن دیوانه کنید پدا گپ شپ واش سوبین زنده باته وجه تیمور مساک واشون چته چیزان بنویس بگاش تحقیق بکن سک شهرین کمک بی قومه هر چیز به شهری سرا کرد بی نقدا اصلا زندگی وشه نبید هیچ چیزی شهر نبید سک وشه من تر شاباشو بشون بالکل چه جهلان که دله واش سنگتان ولا شپروت واش سلامت باشه. واجه تیمور دیگه نقدی ایره کنه یا نه بندی کنه چیه Ben de كم نخالة جيتري ضبط